هموطنان عزیز، مهمانی مردم با فرهنگ هرات واقعا قابل ستایش هست و تقریبا 3-4 روز میشه که ما مهمان فیضی صاحب در هرات هستیم و واقعا هر روز با یک کار جدید، با یک فرهنگ عالی آغاز میشه که ما هر وقتی که به شهر هرات گشت میزنیم احساس میکنیم در بهشت هستیم، چون که آنقدر زیبا هست. و در کنار من بزرگوارایی را که میبینیم مدال آورهای کشور ما هستند، کسانی که در رشته کیک بوکس، فری فایت و دیگر رشته ها مدال آور کشور بزرگ افغانستان هستند. و در کنار من یکی از کسانی هست، یکی از استادانی هست که مدال جهانی داره. چه حال داره؟ سلام علیکم. بخیر هستید؟ سلامت هستید؟ قربان، چون نام خدا خوب مهمان نوازی میکنین دیگه. ما